عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام در رابطه با انواع کاف لوله تراشه براتون توضیحاتی رو بدم. کاف های لوله تراشه به دو دسته حجم کم با فشار زیاد و حجم زیاد با فشار کم تقسیم میشن. برای اندازه‌گیری میزان فشار کاف لوله تراشه به صورت استاندارد شما میتونید از گیج‌های مخصوص اندازه‌گیری فشار کاف استفاده کنید. میزان نرمال کاف فشار لوله تراشه بین 20 تا 30 سانتی متر آب است. وقتی که از لوله تراشه با حجم کم و فشار زیاد استفاده میکنید حدود 5 تا 8 سی سی هوا نیازه که کافمون پر بشه و به فشار مورد نظر برسه. همونطور که عرض کردم شما با وارد کردن حجم کمی از هوا فشار بالاتری رو ایجاد خواهید کرد. چیزی که شما در تصویر میبینید در این نوع لوله تراشه بعد از باد کردن بالون سطح تماسی که به دیواره تراشه وارد میشه کم هست که در اینتوباسیون طولانی مدت خونرسانی به ناحیه رو مختل میکنه و به مرور زمان باعث نکروز بافتی و ایجاد فیستول اوزوتراکیال میشه. اما در لوله تراشه با حجم زیاد و فشار کم شما با وارد کردن حدود 8 تا 15 سی سی هوا فشار کاف رو به حد نرمال میرسونید. ضمن اینکه سطح تماس کاف این نوع لوله ها با دیواره تراشه بیشتر هست و احتمال اختلال در خونرسانی و آسیب به دیواره تراشه به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکنه. بهتره که از لوله تراشه با حجم کم و فشار زیاد در بیمارانی استفاده بشه که مدت زمان کوتاه‌تری نیاز به اینتوبیشن دارن، مثل بیمارانی که تحت عمل جراحی اینتوبه میشن و بعد از عمل اکستیوب میشن. همچنین توصیه میشه از لوله تراشه با حجم زیاد و فشار کم در بیمارانی که مدت زمان طولانی تری رو تحت اینتوبیشن قرار میگیرن استفاده بشه، مثل بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه. البته نباید فراموش کرد که جهت به حداقل رسوندن آسیب به تراشه هر 2 تا 8 ساعت به مدت 10 دقیقه هوای کاف رو باید تخلیه نگه داشت. ضمن اینکه قبل از تخلیه کاف لوله تراشه در هر بار انجام ساکشن ناحیه حلق بسیار ضروری هست، به خاطر اینکه وقتی کاف لوله تراشه رو خالی می‌کنیم ترشحات حلق که پشت کاف تجمع پیدا کرده به داخل تراشه و ریه بیمار راه پیدا نکنه که میتونه منجر به ایجاد پنومونی بشه.